صد سال پیش آخرین امپراتور روسیه از اریکه قدرت پایین آمد. ولادیمیر لنین حکم انهدام نظام سلطنتی را امضا کرد و سنگ بنای نظام جدید را گذاشت. نه تنها برای روسیه که برای امارت کهن بخارا هم. من داریوش رجبیان سراغ ریشه های نابودی امارت بخارا را میگیرم. نظام امارت بخارا از چارچوب منطقی فرایندی که با انقلاب اکتبر آغاز شد داشت بیرون میافتاد. دورانش به سر رسیده بود و دنبال یادگارهای امیر بخارا در روسیه میروم. گفته میشه که درون این ستونهای سنگی طلا و جواهرات بیشمار از گنجینی امیر نهفته است. چه شد که امارت بخارا سه تکه شد؟ بر سر هویت بخارایی چه آمد؟ مثلا من الان با شما به زبان روسی صحبت میکنم در حالی که باید به فارسی صحبت میکردم. بازماندگان امیر بخارا که هرگز بخارا را ندیدند. ارمان بخارا و دل معهد وطن. بخارا و انقلاب اکتبر. سن پترزبورگ 100 سال پیش چنین آرام نبود. رود نیوا با همین آرامش از میانه شهر جاری بود، اما پایتخت روسیه می جوشید. آبستن تحولاتی بود که دنیا را لرزاند و نقشی جهان را زیر و رو کرد. نظم نوینی همینجا در تقلای تولد. کمی بیشتر از 100 سال پیش روی این نیمکت‌ها امپراتور نیکولای دوم تزار روسیه می نشست و بعد از او ولادیمیر لنین که انقلاب اکتبر را از همین ساختمان پشت سر من از کاخ زمستانی سن پترزبورگ اداره می کرد. انقلابی که امواج آن امارت پهناور بخارا را هم در نورید. 4000 کیلومتر دورتر از اینجا بازی تاج و تخت امیر بخارا را فراری داد و امارت را تکه پاره کرد بین 3 جمهوری شوروی سوسیالیستی. ولی آغاز داستان ما به 270 سال پیش برمیگردد، به نادرشاه افشار، سالی که پادشاه پیروزمند ایران کشته شد. مرگ او پایان امپراتوری پهناورش را هم رقم زد. فرماندهان و فرماندارانش یکی پس از دیگری لوای استقلال مناطق تحت نظر خود را برافراشتند. احمد شاه درانی بخش اعظم خراسان را گرفت و افغانستان را ساخت. سلطان نشینی عمان هم مستقل شد. امپراتوری عثمانی غرب ارمنستان و میان دو آب را دوباره تصرف کرد. در شمال شرق ایران هم خانیگری‌های بخارا و خیوه برای آخرین بار از ترکیب امپراتوری ایران بیرون آمدند. دیری نکشید که فرماندهان پیشین نادرشاه افشار از طایفه منقیط به تخت و تاج بخارا دست یافتند. منقیط‌ها دودمان بانفوذی بودند و مقامشان شبیه مقام وزارت یا نیابت در بخارا بود. منقیط‌ها خاندان سلطنتی اشترخانیان را که از نژاد چنگیز بودند به کلی کنار زدند و قدرت را قبضه کردند. ولی آنها خود را خان ننامیدند، چون بنا به سنتی که در آسیای میانه رایج بود تنها نوادگان مستقیم چنگیزخان مغول می توانستند این لقب را داشته باشند. منقیط‌ها با چنگیز نسبت سببی داشتند. از آن به بعد خانیگری بخارا تبدیل به امارت یا امیرنشینی بخارا شد. منقیط‌ها را از تبار ترک و مغول ازبک می‌دانند. محمد رحیم منقیط از فرماندهان وفادار نادرشاه افشار پس از کشته شدن پادشاه ایران خان اشترخانی بخارا را کشت و دودمان منقیطی را آغاز نهاد. زبان دربار و خاندان منقیط‌های بخارا فارسی بود. کانستانتین فون کاوفمان، ژنرال اتریشی تبار روس، با لشکرکشی او به آسیای میانه در دهه 1860 نفوذ روسیه تزاری بر منطقه دامن افکند. افسون بر تاشکند که چند سال پیش از آن به دست ارتش روس تسخیر شده بود، ژنرال کاوفمن سمرقند و خوجند را هم به خاک امپراتوری ملحق کرد و خانیگری‌های خوقند و خوارزم و امارت بخارا را به زانو درآورد. هر سه به تحت الحمایگی روسیه گردن نهادند. امیر مظفرالدین فرمانروای بخارا که علیه نیروهای کاوفمن اعلام جهاد کرده بود، با امضای پیمان صلح در سال 1868 عملاً وابستگی به روسیه را پذیرفت. از زمان پتر بزرگ به بعد امپراتوری روسیه به آسیای میانه توجه و علاقه خاصی داشت. اوایل قرن 18 بود.
ولی پرحادثه ترین مرحله این فرایند نیمه دوم قرن 19 بود. در آن برهه زمانی اگر به زبان ساده بگوییم تصمیم نهایی با نظامیان روس در منطقه بود. وزارت خارجه روسیه به موضوع تصرفات گسترده رویکرد محتاطانه‌ای داشت. روسیه یک امپراتوری بود و دسترسی به دریا برای یک امپراتوری بسیار مهمه. روسیه به دریاهای مدیترانه و شمال دسترسی داشت، ولی برای اینکه تبدیل به یک ابرقدرت عظیم بشه، روسیه همیشه خیال راه یافتن به اقیانوس هند رو در سر می‌پروراند، یا به اصطلاح خودشون بسیار دوست داشتن که چکمه‌های سربازیشون رو در آب‌های اقیانوس هند بشویند و راه روسیه به هند از همین جایی که ما و شما درش هستیم می‌گذره، از امارت بخارای سابق. و در اواخر سده 19 میلادی بود که پترزبورگ پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ جهان شد. رویای پتر بزرگ نزدیک به پایان عمر نهاد سلطنت در روسیه برآورده می‌شد. روسیه به آب‌های جنوب نزدیکتر می‌شد. امیر عبدالاحد خان، نهمین امیر دودمان منقیط بخارا که مادرش از کنیزان ایرانی بود، عملاً خراجگزار امپراتوری روسیه شده بود و با هر دو تزار هم دوران خودش در پترزبورگ، هم الکساندر سوم و هم نیکولای دوم، رابطه دوستانی تنگاتنگی داشت. تقریباً همه ساله به روسیه سفر می‌کرد و در ژلیزنوودسک و یالتای کریمه برای خود اقامتگاه‌های فاخری ساخته بود. در دل سنت پترزبورگ کنار یکی از خیابان‌های شلوغ و قدیمی این شهر که پشت سر من می‌بینیم، کامن‌استروفسکی، یک خانه هست با شکوه که بهش میگن خانه امیر بخارا. حالا از کسی که این موضوع رو تحقیق کرده میخوام بپرسم که چرا به این خونه میگن خانه امیر بخارا؟ کنستانتین، почему это называется домом бухарского эмира؟ به دلیل اینکه این خونه واقعا متعلق به عالم خان، آخرین امیر بخارا بوده. این خونه برای امیر ساخته شده بود. شاید میخواست اینجا زندگی کنه ولی موفق نشد. حتی نتونست شکل کامل این ساختمان رو ببینه. البته دستور و هزینه ساخت این ساختمان با شکوه را امیر عبدالاحد، پدر آخرین امیر بخارا، چند ماه پیش از مرگش داده بود. اما اکنون از امیر بخارا اینجا به جز نام ساختمان دیگر هیچ نشانی نیست. در سن پترزبورگ درباره خانه امیر بخارا افسانه‌ها و اسطوره‌های بسیاری میشه شنید. مثلا میگن که از همین جایی که ما وایسادیم یک تونلی به طول 2 کیلومتر کندن تا مسجد جامع شهر، یا گفته میشه که درون این ستون‌های سنگی طلا و جواهرات بیشمار از گنجینه امیر نهفته است که البته هیچ یک از این اسطوره‌ها و افسانه‌ها تا امروز تایید نشد. و درهای این ساختمانی که امیر برای خود ساخته بود و حالا یک مجتمع مسکونی است، برای همیشه به روی خاندان سلطنتی بخارا بسته ماند. مسجدی که گفتم فعلا در حال تعمیر است و ورود ممنوع، اما قابل رؤیت از هر گوشه شهر. زمانی این مسجد بزرگترین مسجد اروپا بود با گنجایش 5000 نمازگزار. البته حالا در روسیه مساجد بزرگتر از این هم هست، ولی اهمیت این مسجد این هست که سال 1910 به مناسبت 25مین سالگرد حکومت امیر عبدالاحد، پدر آخرین امیر بخارا، ساخته شد و در مراسم گشایش آن پسر او امیر عالم خان حضور داشت. پول ساخت این مسجد رو هم غالباً امیر عبدالاحد زمانی که امیر بخارا بود پرداخته. نیکولای واسیلیف، معمار روس، این مسجد رو با الهام از گور امیر که آرامگاه تیمورلنگ در شهر سمرقند هست ساخته و این تشابه رو میشه در گنبد مسجد مشاهده کرد. عشق امیر عبدالاحد خان به روسیه به ساختن همین خانه و مسجد محدود نمیشد. او در یالتا یک بیمارستان رایگان بنا نهاد. به صندوق‌های خیریه تاتارهای روسیه کمک مالی می‌کرد. در نتیجه او را به عنوان شهروند افتخاری یالتا شناختند و یک کوچه را هم به افتخار او نامگذاری کردند. در زمان جنگ روسیه با ژاپن سال 1905 او به مقدار 1 میلیون روبل طلا برای ساخت ناوشکنی اختصاص داد که با نام امیر بخارا روانه جبهه شد. در زمان انقلاب اکتبر اکیپ ناوشکن امیر بخارا آن را تسلیم نیروهای انقلابی کرد. انقلاب همه را بلعید، بخارا را هم.
این همان ارگ بخاراست که تا حدود 100 سال پیش مرکز ثقل قدرت و تختگاه امارتی پهناور بود. اکنون یک موزه است و زیر نظر افرادی که مقام امیری ندارند. اول امر بیش خانو بعد امرو همش امسینشته بخارا. در اینجا قبلا خانها و بعداً امیرها می نشستن و حکومت می کردن. اقامتگاه اونها بود. شهری بود در درون شهر. در دوران سید عالم خان اینجا 3000 نفر زندگی می کردن. توپچی باشی، قوشبیگی یا وزیر اول، اوستای ضرب سکه، هنرمندان، همه همینجا زندگی می کردن. افرادی هم بودن که در طول روز اینجا بودن و شبها بیرون می رفتن. از اون نماز عمده نمازگر می رفته بودگی. عالم خان آخرین امیر بخارا بود. همینجا به رعایا بار میداد. البته بر یک تخت پادشاهی که باد انقلاب اکتبر با خودش برد. اون کسی از بخارا رفتگیشون سببش دلیل رفتن عالم خان از بخارا این بود که نظام پادشاهی دچار تنزل شد. در میان عواملی که باعث سقوط امارت بخارا شد، انقلاب روسیه است که امپراتوری را از بین برد. به دنبال آن روسیه فقیر شد. کولچاک از مخالفان بولشویک‌ها پول روسیه را در چین و ژاپن خرج کرد و برگشت. دولت نوپا به پول نیاز داشت و خبر داشت که در بخارا چقدر طلا هست. آمدند و تسخیر کردند و گرفتند. آمده پشکره گیتن. آخرین یادگارهای امیران بخارا در مقر تابستانی آنها، کاخ ستاره ماه خاصه بخارا. از آخرین پناهگاه‌های آخرین امیر بخارا هنگام حمله ارتش سرخ به این کشور. آخرین حرکت شاه در شطرنج سیاسی که به حذفش منجر شد. ستاره ماه خاصه طاووس‌های بسیاری هم داشت. امروز هم دارد. گذشتگان این طاووس‌ها احتمالاً شاهد روز واقع بودند. برخورد نظامی روسیه با امارت بخارا پس از انقلاب اکتبر برخورد دیروز با امروز بود. امارت بخارا بساط نظامی چندانی نداشت. هواپیمای جنگنده که 11 فروند آن بخارا را بمباران کرد برای مردم این شهر حکم بلای آسمانی را داشت. امارت بخارا در زمینه نظامی طی سالهای متمادی متکی به امپراتوری روسیه بود. عالم خان آخرین امیر بخارا 18 سال پس از سرنگونیش در کتاب تلخ خاطراتش می نویسد روسیه تعداد سربازان بخارا را 12,000 نفر مقرر کرده بود. دولت بخارا هیچ نیازی نداشته که به فکر تجهیز ارتش خود باشد، چون گویا این وظیفه به دوش روسیه بوده است، همان کشوری که مهلک‌ترین ضربه ممکن را بر بخارا وارد کرد. امیر بخارا از سال 1917 تا 1920 همچنان امیدوار بود که قادر به حفظ استقلال امارتش خواهد بود. او با مقام‌های کرملین و ارتش سرخ وارد مذاکره شد. اقدامات دیپلماتیک بسیاری انجام داد تا بتواند تا حدی استقلال کشورش را حفظ کند. اما همه این تلاش‌ها راه به جایی نبرد. و بودند کسانی که پیش از روز واقعه هشدارهایی می‌دادند. به آنها جدید می‌گفتند و به جنبش آنها جدیدیه. در آغاز خواهان اصلاح امارت بودند، سپس به دشمنان قسم خورده امیر تبدیل شدند و در سرنگونیش دست داشتند، اما اتحادشان با ارتش سرخ هم دیر نپایید. جدیدیه یعنی نوخواهی، تجددخواهی. این ایده در میان اقوام ترکی زبان امپراتوری روسیه طرفداران بسیاری داشت. آنها خواهان مدرنیزه جامعه مسلمان بودند، خواهان پشت سر گذاشتن واپسماندگی علمی، فنی و فرهنگی بودند و همزمان می‌خواستند هویت و شیوه زندگی اسلامی خود را حفظ کنند. بولشویک‌ها جدیدها را همپیمان قابل اعتمادی برای پرولتاریای روس نمی‌دانستند، به خاطر آنکه همه آنها درس خوانده بودند و دید بازی داشتند. اما به نظر نمی رسید که به بولشویک‌ها وفاداری سیاسی داشته باشند. بولشویک‌ها در آغاز مجبور بودند با جدیدها همکاری کنند، چرا که افراد تحصیل کرده اصلاح طلب دیگری نبودند. مقام‌های شوروی منتظر ماندند تا کادرهای جدید وفادار به خودشان را بپرورانند و تازه بعد از آن بود که به جدیدها پشت کردند. به عبارت دیگر، بولشویک‌ها از جدیدها استفاده کردند و بعد آنها را دور انداختند.
بیشتر جدیدهایی که انقلاب کردند به مانند فیض الله خواجه بخارایی که نخستین رهبر جمهوری خلق بخارا شده بود، نه در زمان امارت بلکه در بخارای شوروی سوسیالیستی اعدام شدند. درست پس از آن که به جای بیرق اسلام و امارت بخارا پرچم سرخ شوروی از مناره کلان بخارا برافراشته شد. ارک حصار در تاجیکستان امروزی، دژی که سرپناه آخرین امیر بخارا نشد، هرچند واپسین پناهگاه او در امارت بخارا بود، در حوالی دوشنبه که آن زمان روستای کوچکی بیش نبود. امیر بخارا گریزان از ارتش سرخ چند ماهی همینجا ماند، با این امید که امپراتوری های بریتانیا و عثمانی به دادش برسند. اول و دوم سپتامبر 1920 امیر و همراهانش به همین جایی که ما و شما هستیم فرار کردند. برای مردم فرار امیر یک مصیبت تمام عیار بود. نه تنها برای بخارایی ها بلکه برای مسلمانان دیگه هم بخارا از مراکز قدرت و قوت اسلام بود. به خاطر همین هم سرنگونی امیر بخارا برای بسیاری مصیبت محسوب میشد. اونها اون روز رو روز قیامت مینامیدند. وقتی که امیر فرار کرد اون روز رو روز فراق نامیدند. بقایای امارت بخارا از اینجا اداره میشد، با این امید که مردم محلی به کمک امیر گرفتارشان بشتابند. اما بسیار اندک بودند کسانی که به ندای امیر لبیک گفتند. بسیار کمتر از آن که تصور می‌رفت. به ویژه زمانی که میخائیل فرونزه فرمانده ارتش سرخ به دنبال امیر میگشت در بخارا و امیر بخارا چاره جز فرار نداشت، این بار به بیرون از امارت بخارا و این بار برای همیشه. آخرین امیر بخارا به افغانستان پناه برد و دیگر به سرزمین خودش برنگشت. غازه اینتاب در جنوب شرق ترکیه حدود 100 سال پیش مقصد پناهجویانی از امارت بخارا بود. بخارایی ها اینجا گذر یا محلی هم دارند. بازماندگان امیر بخارا هم در میان آنها هستند که مسجد امام بخاری را ساختند. جمعه ها اینجا نماز می‌گذارند. از جمله عبدالستار ولد عالم خان، آخرین پسر آخرین امیر بخارا که یک عمر پناهنده بوده. نخست به عنوان فرزند امیر سرنگون شده در کابل، سپس به عنوان مهاجر جنگ در پاکستان و حالا در انتظار دریافت حق اقامت در ترکیه. وطن ما بخارا، ارمان بخارا به دل ما است. وطن ما میخواهیم که اقلا که هیچ نشه یک دفعه خب برم میخوام بخارا را ببینم. او داستان تلخ فرار از بخارا را از مادرش شنیده. مادر ما از درواز بخاراست و همین قصه را میکنن که وقتی که از اون طرف تیر شدن آمدن و اول در سمت شمال افغانستان در مزار شریف و از مزار شریف همونطور آهسته آهسته طرف افغانستان و از طرف امان الله خان باز برای قبلگاه ما چیز دادن، یک باغ دادن در قلعه فتو میگن. ما خودم هم در اونجا تولد شدیم. امروزه فرزندان و نوادگان امیر بخارا را می شود در بیشتر قاره های کره زمین پیدا کرد، هر کدام را با داستانی. شاه مراد پسر امیر عالم خان در شوروی ماند. پدر را رسما نفرین کرد در 9 سالگی به درخواست دولت وقت. ژنرال شاه مراد شاهزاده بخارا در پایان عمر استاد سربازان شوروی بود. محیدین عالمپور نخستین خبرنگار BBC در تاجیکستان که در خلال جنگ داخلی آن کشور کشته شد، 24 سال پیش سراغ بازماندگان خاندان سلطنتی بخارا را گرفته بود و در مریلند آمریکا به خانه یکی از آخرین دختران امیر عالم خان سر زده بود. استاد میگفتن که من هیچ وقت اونمو چی رو فراموش نمیکنم، اونمو اشکایی را که ریششان پر شده بود و نمیتونست چیزی بگوید. چرا وقتی که پادشاه یک مملکت میگه که دیگر فعالیت نکنین از داخل از اون مملکت، اجازه فعالیت هم نداشتن. اونم یه خاطره بود که همیشه استاد خلیلی یاد میکنم. شکری رعد عالمی که سالها مجری بخش افغانستانی صدای آمریکا بود، همچنان در مریلند آمریکاست. نخست مایل به حضور در این برنامه بود، سپس به هر دلیلی پشیمان شد. بله، ما فقط یک خط خودشان است که بر مادر ما همین سوره الف لام نوشته کردن، بعد دست خود
مادرم که از افغانستان برآمدن، این میره همراه خود به حیث بزرگترین گنجینه بگویم یا میراثی که از اونام باقی مانده، این میره آوردن. 24 سال پیش سید عمر عالمی از فرزندان ارشد عالم خان هم در قید حیات بود. او همین 5 سال پیش درگذشت. او از آخرین روزهای پدرش در کابل خاطراتی داشت. در زمان جنگ جهانی دوم، چون آلمان بسیار موفق بود و پیشرفت‌ها می‌کرد داخل خاک شوروی و یک امیدی پیدا شد که شاید اگر شوروی شکست بخورد، شاید آسیای مرکزی پس دوباره استقلال خود را به دست بیارد. بالاخره بسیار زیاد در این باره گپ میزد و مردم تصور کردن که مغزین از کار افتاده و مالین کولی شده که طرح حرف زیاد میزنند و این که حقیقت ندارد که اما از اثر غم و غصه زیاد چشمهایش ضعیف شد در زندگی، یعنی آخر بسیار ضعیف شد، بسیار کم قوه دید. آن ضعف بینایی مختص امیر پیشین پریشان بخارا نبود. انگار دیگر هیچ کسی بخارا را نمیدید. بخارا فراموش شده بود. بخارا در ترکیب شوروی تحلیل رفت و در عرض 4 سال به دنبال مهندسی استالینی اقوام جمهوری‌های قومی ایجاد شدند. بخش اعظم امارت بخارا از جمله شهر بخارا به ازبکستان تعلق گرفت. سمرقند هم که پیشتر به دست روسیه تزاری تسخیر شده بود، یکی از شهرهای ازبکستان شد. شرق بخارا که غالباً کوهستان بود، نصیب تاجیکستان شد و باریکه ای از امارت بخارا در هیئت ترکمنستان قرار گرفت. بخارا была наименее узбекизирована на тот момент среди از میان مناطقی که بعداً قلمرو ازبکستان را تشکیل دادند، بخارا کمتر از همه آب و رنگ ازبکی داشت. به خاطر اینکه خود بخارا یک شهر فارسی زبان بود. نه تنها اهل علم و ادب فارسی زبان بودند، بلکه مردم عادی هم به گویش بخارایی زبان فارسی یا تاجیکی صحبت می‌کردند و بخارا روحانیون و افراد تحصیل کرده بسیاری داشت. بخارا فرق می‌کرد با بخش‌های دیگری که ارتش سرخ اشغال کرده بود تفاوت داشت و شوروی مانده بود که با بخارا چه کار کند. در ترکیب شوروی فارسی زبانان منطقه از مراکز فرهنگی خود محروم شدند. آنچه از امارت بخارا مانده بود تا پایان عمر امپراتوری جدید بخش واپسمانده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شمار می‌آمد. میزان واپسماندگی را می شود با مقایسه و تطبیق دریافت. اگه منظورتان این است که رشد آن بخش از اتحاد شوروی به اندازه توسعه بخش‌های دیگر آن نبود، کافی است به آن سوی رود آمو به افغانستان نگاهی بیاندازید و آن را با زندگی در این سوی آمو در اتحاد شوروی پیشین مقایسه کنید. شاید بشه گفت که از لحاظ مدرنیته و اقتصاد از افغانستان جلوتر افتادیم. ولی اگر فراتر از چارچوب تعریف‌های اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که زیان فراوانی دیدیم. به ویژه زیان و خسارات فرهنگی، مثل از دست دادن زبان مادری. مثلا من الان با شما به زبان روسی صحبت می‌کنم، در حالی که باید به فارسی صحبت می‌کردم. شناختمون از آثار تاریخی کاهش پیدا کرده. کتاب‌های بازمونده از اون دوران رو نمیتونیم بخونیم چون خط فارسی رو فراموش کردیم. خوشنویسی و ذائقه خطاطی رو از دست دادیم. البته در این دوره ما پیشرفت‌هایی داشتیم، اما ضایعه و باخت‌های بزرگی هم بود. ولی چه شد که چنین شد؟ آیا این ماجرا می توانست پایان دیگری داشته باشد؟ به نظر من با امیر عالم خان همان مصیبتی اتفاق افتاد که با ناصرالدین شاه ایران اتفاق افتاده بود. بسیار خواهان پیشرفت و توسعه بود، ولی از اطرافیانش می‌ترسید. در چنین حالتی شخصیت‌هایی مثل پتر بزرگ روسیه بهتر عمل می‌کنند که هم پیشرفت را می‌خواهند و هم از اطرافیانشان نمی‌ترسند. شاید بشود گفت که دستورالعمل موفقیت به همین سادگی است. عالم خان آخرین امیر بخارا تا روز 15 اردیبهشت 1323 برابر با 5 مه 1944 در کابل در انتظار بازگشت به بخارا بود. امیر افغانستان به او حتی اجازه مسافرت به حج را نداده بود، چون بریتانیا و روسیه نمیخواستند.
در میان انبوهی از خاندانش تنهای تنها بود و رفت. این جانب حکمت الله رحمت بخارایی، نواسه سید عالمشاه امیر بخارا، کارامگاهشان در شهدای سالین هست و طوری که میبینیم در اطرافشان اولادایشان، دخترایشان، نتیداشان نسبت مریضی قاید حالشان بود، وفات کردن. عرض کنم اینجا ما که گاهی وقت میاییم به خاطر به اصطلاح ترمیم کردن، دعا کردن برایشان. خداوند رویشان شاد داشته باشه. دین بسیار کلانه که در گردن خود ماست. ما میخوایم که هر وقت بخیر این مملکت ما فعلا آزاد شده که خاک از اونا را اونجا باشه. ما باید انتقال بدیم، چرا به حیث یک مسلمان اونا وصیت کرده بودن که پدر ما وصیت کرده بودن که این امانت است، امانت بگذار. هیچ یک از سه کشوری که از بطن امارت بخارا برون آمده بودند تمایلی به پذیرفتن این امانت نداشتند. که از شاید 100 سال باشه که از زمان پدرتون یادگار است. ما یادگار مانده. ولی فرزندان امیر مسلماً او را از روزنه‌ای دیگر می‌بینند. فرزندانی سرگردان که از امارت و سلطنت فقط رنجش به آنها رسیده. ما هیچ وقت خود امیر دختر احساس نکردیم. شاید برادرم خود احساس کرده باشن، اما ما همیشه خود یک دختر تاجیک دور از وطن مهاجر احساس کردیم و کوشش کردیم که خود و فرزندای خودم امرای کلتور فرهنگ از اونجا نگاه کنم. ما هیچ وقت احساس پادشاهی و احساس سلطنت نکردیم. امارت بخارا زیر چرخ‌های انقلاب اکتبر له شد و آنچه به جا ماند 3 جمهوری قومی شوروی بودند که با هم دوست نماندند و اکنون بخارا برایشان خاطره‌ای بیش نیست.